آقای ساله، خیلی ها معتقد هستند که غرب هم همچین علیه السلام نیست، اما جمهوری اسلامی بدون شک یکی از کشورهای استثنایی جهان هست. از نظر یاغیگری که داره، کمتر کشوری در جهان واقعا روی کرد این چنینی در منطقه در جهان با مردم خودش داره. ضربه سختی هم حکومت خورده، هم به واسطه اون بالاخره ایرانیان در جریان این جنگ هزینه سنگینی دادن. آیا فکر می‌کنید این هزینه ها منجر به این خواهد شد که دست کم یک رفتار نرمالتری شبیه به حتی بعضی از دیکتاتوری‌های دیگر منطقه از جمهوری اسلامی ببینیم، یا در همچنان بر همان پاشنه خواهد چرخید؟ در مورد یاغیگری بگم که تنها کشوری در منطقه که متهم به جرایم جنگی نسل کشی هست و تنها کشوری که نخست وزیرش در دادگاه بین‌المللی مجرم جنگی شناخته شده اسرائیلیه که به ایران حمله کرده. تنها کشوری که در منطقه به طور غیرقانونی به دست به جنگ‌هایی زده که منجر به